سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از کاپل مورد علاقتون. من آریانم. من رومینم. بچه‌ها توی این ویدیو قراره بریم به یه فروشگاه لباس فروشی واسه هم دیگه لباس انتخاب بکنیم و یه استایلی بدیم به هم دیگه و اینکه در آخر شما انتخاب میکنین که کی برنده شده که من برنده میشم و فقط هم 10 دقیقه وقت داریم. 10 دقیقه یه رو 10 دقیقه فقط 10 دقیقه وقت داریم. برو ببینیم چی میشه. با آریان از هم جدا میشیم. خب خدافظ. 10 دقیقه وقت داریم. بچه‌ها من تصمیمم اینه که واسه آریان بریم اول، چون هوا داره گرم میشه، بریم اول تیشرت انتخاب کنیم. سبدم هم گرفتم. بچه اگرم دقت نکردین تتوی جدید. من تو عمرم نمیدونم واقعا واسه دختر چی بگیرم، ولی اول از چی شروع کنیم؟ خب اصلا نمیدونم سایزش چند بود، میدیوم بود خدایا. بذار ببینم. اوکی اینجا این باله، میدیوم هم هست. بچه ماونتین دیو نه اون گسته رنگش رو زیاد دوست ندارم. بچه 10 دقیقه خیلی کمه. شاید اینو بردارم. حالا بذار ببینم چیز بهتری پیدا میکنم یا نمیکنم. اگه کردم که کردم، نکردم همینو باید بردارم فکر کنم. چه اینو برای آریان بگیریم به این قشنگی؟ ولی نه، یه دونه دیگه هم پیدا کردم اینجا. این نه What's going on here? سیمتنت داره. تیشرت ساده بعدش میاد، ولی این اسنوپی خیلی قشنگه. الان همینو براش بگیرم. فعلا باشه اینجا تا ببینیم چی بشه. اوکی شلوار پاره ببینم پیدا میکنیم. شلوار پاره جوراب قرار نیست بگیریم، ولی جوراب اسفنجی داره. این میره واسه وای استار وارز و همه چی هم داره. چیروز، گارفیلد، نردز، استار وارز، بیبی یودا داره. اینا کورن فلیکسه. فعلا با اسفنجی اونو گرفتم. احتیاج نداره جوراب، ولی اونو با اسفنجی حالا نمیدونم. بچه‌ها من فیورت کالرم نارنجیه، برای همین اینو پیدا کرد. نمیدونم بگیرمش یا نه، ولی خب انیوی واسش اینو برمی‌داریم تا ببینیم چیزی پیدا میشه. اوه اینم خوشگله، اینم برمی‌دارم. وای سخت شد سفیدم هست. وای خدا اینم برمی‌دارم. باید براش شلوارک بگیرم یا شلوار. بچه پابلیک انگزایتی داره منو دیوونه میکنه. خیلی اینجا شروع الان همه ایرانی هن فیلن سابین هستن بو ان میاد. راجب این شلواره چیه؟ به نظرم یه سوت پنس باحاله بخوام با این چیز ست کنم. اینم میذارم اینجا فعلا. بچه فکر کنم فقط 5 دقیقه دیگه وقت داریم. اینم خیلی خوشگله. میدونم رو اینم احتمالا خوشش میاد. اینم برمی‌داریم. برای خرید کردم برای پسرا سخته. خیلی خرید براشون سخته. الان من فصل کاپشن آپشن تموم شد، من دیگه هیچ اکسسوری نمیتونم بردارم. شد تیشرت و شلوار با جوراب. آریان اینو پیدا کنه و برای من بگیره. شما خیلی دوست دارم از این هودیه.
بچه من نمیدونم چرا شلوار پاره از بین همه اینا گیر نمیاد و واقعا لشترین شلواری که من شاید تا الان واسش گیر آورده بودم اینه. شاید حالا برمی‌داریم اینو just in case، ولی نمیدونم. بدبخت شدیم، خالیه. من اینو میخوام، این خیلی قشنگه. بعد واسه خودمون خرید کنیم، ولی من میخوام واقعا بردارم. من اینو میخوام بردارم، من اینو میذارم اینجا فعلا باشه، بعد راجبش فکر میکنیم. 1 hour later. کار من تموم شده. آریان هنوز 3 دقیقه وقت داره. آریان 3 دقیقه فقط وقت داری. آردی برداشتم واسه، ولی بودا 3 دقیقه وقت داری. فقط شلوار بلوز آخه. دیگه منم برات اکسسوری هم برداشتم. You have have 2.5 minutes. خدافظ. خدافظ. چه اینا؟ اون اکسسوریش کجا بود دیگه؟ اوه من ندیدم، حساب نیست. چقدر دیگه وقت دارم؟ Yes, bye. خیلی خوب. جوراب که هیچی، جوراب که نیاز فکر نمی کنم داشته باشه، ولی ببینم اینجا چی پیدا میکنم. اوه کلاه. کدوم کلاه خوشگل تره، این یا این؟ اینم که همونه. پوما چمپیون میدونم خیلی دوست داره. این که اصلا معلوم نیست چی هست. اوه اینم که یکی از اینا واسش برمیدارم. اینم خوشگله ولی نه. یه دونه کلاه. بوم. نظرم به شلوارم عوض شد وقتی اینا رو دیدم. جاست این کیس اینو برمیدارم ببینم نظرم عوض میشه. بس که داشتم رد میشونم این خیلی قشنگ‌تره فکر میکنم. این بیشتر بهش میخوره. بنابراین اینو به جای این ترجیح میدم. پس این میره اینجا. ادامه دارد. من خیلی وقته که رفته و آریان هنوزم داره دیساید میکنه، یعنی توی چالش باخت. خب دیگه آریان الان وقتشه که به من بدی چیزامو. سیاه یا سفید؟ دیگه سیاه یا سفید؟ تو باید بگی. تو داری استایلم میکنی. آخه مثلا بچه دوست داری ولی داری چیت میکنی. داری چیت میکنی. چیت نکن. سری باش. خب باشه. شلوارک رو میدیم بره. تابستون آریان. این شلوارک نخواب. تابستان است. چقدر چیز نیز برداشتی؟ به یکشو باید بدم بره. let one go. بدو. بچه آریان کلا این 10 دقیقه رو کرد قشنگ نیم ساعت. اصلا چالش رو باخت. کدوم از اینا؟ اینو میدم بره. اوکی من آمادم. اول من اوتفیتمو به تو نشون میدم. اوکی؟ اوکی. Got your hat. اوکی. بیا. Thank you. خب بذار چیزامون رو با هم عوض میکنیم دیگه. نه خب وسیله‌ی من اینطوره. خب واسه چی چیز دیگه گرفتی الان؟ دلم خواست. خب الان باید بریم شایان کنیم. میریم شایان میکنیم. خب دیگه بریم. بدونیم این دامن. فیتی که نگاه میکنیم. فقط اینو. چیه رومینا؟ دیگه سایزو من نمیدونستم چیکار کنم واسه رومینا، ولی رومینا واسه من اینا رو انتخاب کرده. بد نیست. نظرتون چیه راجبه؟ نظر شما چی؟ آی احساس دختره سال 2016 رو بهم دست میده. این عده رومینا داریم اینطوری. آریان میخوای بیام ببینیم؟ تیپ آریان شلوار برام انقدر بایستی زیپشو باید ببندم. شلواره برام اینقدر بزرگه، بلنده، این کوتاهه
ولی خب این اگه مثلا بیاد اینجا نظرتون چیه راجع به تیپ آریان؟ آی احساس دختره سال 2016 رو داره بهم دست میده. نظرتون چی بود؟ من مطمئنم که من بردم با چیزی که انتخاب کردم، مگه نه؟ منم بد نمیومد تو بدنت به نظرم وقتی دیدم. مرسی که دیدیم ویدیو رو. حتما نظرتون رو کامنت بدین که کدوممون بردیم. لایک هم یادتون نره، حسابم یادتون نره. مرسی کلی واسه ساپورتتون. خدافظ. پیس.